سلام بچه، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوایم یه مقایسه کامل بین FC25 و نسخه جدیدش یعنی FC25 انجام بدیم. ببینیم دقیقا چه تغییراتی داشته و آیا ارزش داره که از FC25 به FC26 بریم یا اینکه نه. اول از همه بریم سراغ گیم پلی. در FC26 حرکت بازیکن‌ها واقعی تر شده. پاس‌ها دقیق تر میرن و توپ خیلی بهتر به فیزیک زمین واکنش نشون میده. اگه FC25 رو بازی کرده باشید کاملا حس میکنید که بازی روونتر شده و خیلی راحت‌تر میتونیم بازی رو انجام بدیم. تغییر مهم دوم هوش مصنوعی بهتره. دفاع خیلی کمتر گیج میزنن، سر جاشون به آسونی وای میستن، گلرها اشتباهات عجیب نمیکنن، گلهای ساده نمیخورن و مهاجمها جایگیری خیلی منطقی تری دارن. این یه تغییر بزرگ نسبت به FC25 که توی FC25 این وجود نداشت. تغییر سوم اضافه شدن 2 مود جدید توی FC26. یکی کامپتیتیو مود و یکی اسنتیک مود. این 2 تا حالت روی سختی بازی، سرعت مسابقه و قوانین تاثیر میذارن و تجربه کاملا متفاوتی میده. مثلا توی کامپتیتیو مود احساس رقابتی وجود داره و توی اسنتیک مود میتونی خیلی واقعی تر بازی کنی. بریم سراغ 4مین تفاوت. پلی استایل ها و نقش های جدید بازیکن ها. توی FC26 آرکتایپ های بیشتری داریم که باعث میشه هر بازیکن شخصیت و سبک بازی خودش رو داشته باشه. یعنی اینکه تو واقعیت چجوری بازی میکنه اونجا هم همینجوری بازی میکنه که این توی سیستم FC25 خیلی کمتر دیده میشد. تغییر پنجم فیزیک برخورد هاست. درگیری بدنی، تنه زدن، سپر گرفتن و نبردهای 1 به 1 که خیلی طبیعی تر شده. مخصوصا دفاع فیزیک خیلی بهتری عمل میکنه. تغییر ششم شوت ها و ضربه ها هستن. تو FC25 گاهی از فاصله زیاد شوت های عجیب گل می شدن. اما توی FC26 سیستم شوت زنی منطقی تر شده. یعنی که خیلی راحت توپ از پشت محوطه به گل تبدیل نمیشه. تغییر هفتم گرافیک و انیمیشن هاست. فیس های جدیدی که اومده تو بازی خیلی واقعی تر شدن. فیس ها انیمیشن های تازه برای شوت و پاس، جشن های گل های جدید که تو این تصویر دارید خوشحالی گل مهدی طارمی رو میبینید و کلی جزئیات که بازی رو واقعی تر میکنه. تفاوت هشتم افزایش لیگ ها و تیم هاست. توی FC26 تعداد بیشتری تیم لایسنس شده داریم و بخش بانوان هم گسترده تر شده. این یعنی تنوع بیشتر برای تیم سازیه که این بازی FC26 رو خیلی جذابتر میکنه. تغییر نهم بهبود کریر موده. برنامه تمرین ها بهتر شده، رشد بازیکن ها منطقی تر شده، سیستم اسکاتینگ هم دقیق تر شده. اگه کریر رو دوست داری FC26 برات جذاب تره چون خیلی واقعی تر میتونی بازی کنی. و اما نکته آخر، آیا ارزش خرید داره؟ اگه FC25 داری و رقابتی بازی میکنی قطعا FC26 برات بهتره. اما اگر فقط تفریحی بازی میکنی تفاوت زیاد هست ولی ضروری نیست. خب اینم مقایسه کامل FC25 با FC26. اگه دوست دارید نسخه های بعدی بازی ها یا مودهای مختلف رو مقایسه کنم تو کامنت ها بگید. لایک یادتون نره. مرسی که دیدید. خدا حافظ.